داغ فراق فاطمه آخر علی را میکشد. میگه علی گریه کرد، اشکهایش سرازیر شد، چشمهان مبارک پر از اشک شد. ایام فاطمیه بر تمام شیعیان تسلیت کرد. امروز پرستوی علی از آشیان پر میکشد، داغ فراق فاطمه آخر علی را میکشد. داغ فراق فاطمه آخر علی را میکشد. روح روانم هم آشیانم، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. اسما برز آب روان بر روی گل برگ گلم. اسما برز آب روان بر روی گل برگ گلم. یاسم شده چون ارغوان، وای از دلم وای از دلم. یاسی کبودم بود و نبودم، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. من مرغ عشق حیدرم افتادم کنج قفس. خونین شده بال و پرم، بالا نمی آید نفس. خونین شده بال و پرم، بالا نمی آید نفس. پهلو شکسته در خون نشسته، خیزم به یاری علی خیزم به یاری علی. آتش گرفت لانم کو جوجه و کو مادرش. آتش گرفت لانم کو جوجه و کو مادرش. من شمع او پروانه‌ام آخر چه شد بال و پرش. تا زنده هستم شرمنده هستم از دخت ختم الانبیا، از دخت ختم الانبیا. مادر خوب و مهربان حرفهایم از نگام بخوان. من التماست میکنم یک شب دیگر پیشم بمان. من التماست میکنم یک شب دیگر پیشم بمان. دل بشکست بابا غریب، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. دختر مهربان من قدر برادر را بدان. دختر مهربان من قدر برادر را بدان. جانی تو جان حسین تا کربلا پیشش بمان. جانی تو جان حسین تا کربلا پیشش بمان. دل بشکست حسین غریب، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. بر محمد صلوات.
آنقدر در مرگ فاطمه، در شهادت فاطمه علی گریه کرد که در مرگ پیغمبر گریه نکرد. با اینکه مصیبت پیغمبر خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود، اما علی اونقدر که در شهادت فاطمه زهرا گریه کرد، در رحلت پیغمبر گریه نکرد. چرا؟ چون رکن پیغمبر، یادگار پیغمبر، یار و یاور علی بود، اما دیگه یار و یاور علی رفت. معمولا برادران، جوان ها، خواهران، اگر صدای بنده را میشنوید، مصیبت بعد از گذشت زمان فراموش میشه. بعد از گذشت زمان مصیبت فراموش نشه. ابن عباس میگه من رفتم خدمت علی علیه السلام، گفتم یا علی، حاکم و خلیفه این سال از همه مالیات گرفت، از همه مالیات گرفت، اما از کنفوس مالیات نگرفت. کنفوس چرا؟ علتش چیه؟ کنفوس میدانید کیه؟ حالا میگه علی گریه کرد، اشکهایش سرازیر شد، چشمهان مبارک پر از اشک شد. گفت ابن عباس میدانی حاکم و خلیفه چرا از کنفوس مالیات نمیگیره؟ چون به خاطر اون خدمتی که کنفوس برای کشتن همسرم فاطمه کرد، وقتی مرا به طرف مسجد دست بسته میبرد، فاطمه زهرا با اون دردی که داشت، با اون دردی که از سقط جنین داشت، آمد دست به کمربندم انداخت. گفت تا زنده هم علی را نمیتوانید به مسجد ببرید. دیدن که بدون باز بودن زهرا علی را نمیتواند برد، دستور داد کنفوس دست زهرا را کوتاه کن، دست زهرا را کوتاه کن. کنفوس با تازیانه، با غلاف شمشیر آنقدر به بازوی زهرا اشاره کرد، آنقدر اشاره کرد، نمیدانم این تازیانه با اون دست و بازو چی کرد، که امام صادق میگوید که علت شهادت و رحلت مادرمان زهرا به خاطر اون تازیانه هایی بود که کنفوس به بازوان مادرمان زهرا زد. نمیدانم این تازیانه چی کرد که بعد از 75 روز یا 95 روز بنابر روایتی موقع غسل دادن علی دستش رسید به بازوی ورم کرده زهرا. اسما میگوید یک وقتی دیدم علی های های گریه میکند، گفتم علی جان خودت گفتی که بچه ها گریه نکند، اگر گریه کردم آرام و آرام گریه کند، چرا بلند بلند گریه میکنی؟ علی گفت زهر اسما، نمیدانم زهرا چرا از بازوی ورم کرده به من چیزی نگفت، نمیدانم زهرا چرا از صورتی که بود شده به من چیزی نگفت. اکنون دستم رسید به بازوی ورم کرده زهرا، اکنون دستم رسید به صورت سل خورده زهرا، چرا به من چیزی نمیگفت؟ زهرا به شهادت رسید. علی شبها بالین قبر زهرا می رود، شبها کنار قبر زهرا می رود، دروازه را آهسته باز می کند، مبادا بچه ها خبر شود، بچه های 4 ساله 5 ساله جای زهرا مانده است، مبادا حسین خبر شود، مبادا حسن خبر شود. علی می آید کنار قبر زهرا. دوباره شب شد و ظلمت برآمد، دوباره شب شد و ظلمت برآمد، کنار قبر زهرا حیدر آمد. حاجت دارم، روز روزی حاجت گرفتن است، روز روزی حاجت گرفتن است. اگر میخواهید با دست پور از اینجا خارج شوید، خانه بلفضل العباس است. دوباره شب شد و ظلمت برآمد، کنار قبر زهرا حیدر آمد. سلام ای بانوی پهلو شکسته، سلام ای بانوی پهلو شکسته، علی را بین سری قبرت نشسته.
به خانه می روم رویت ببینم بریزم اشک و باز زینب بشینم بخواب آرام ای ماه یگانه زهرا جان آرام بخواب دیگر از غمهای دنیا راحت شدی هر وقت به من مصیبت می آمد خودم را به تو تسلی می دادم اما الان آرام بخواب آرام ای ماه یگانه نخواهی خورد دیگر تازیانه دیگر قنفذ به تو تازیانه نمیزنه بخواب آرام با رخسار نیلی به پیغمبر نشان به جای سیلی زهرا جان سلام مرا به پیغمبر هم برسان زهرای مرزیه روز به روز حالش بدتر می شد یک روز صدا از زینب جان دختری عزیزم بیا کنار مادر بنشین تا با تو درد دل کنم این مطلب رو مادرها خوب میفهمم من چی میگویم مادر جان دختری عزیزم زینب جان بیا کنار مادر بنشین تا با تو درد دل کنم زینب آمد کنار مادر نشست زینب 5 ساله زینب کنار مادر نشست ای زهرا شانه را برداشت گیسوان زهرا زینب را شانه میزد زینب جان روز عاشورا من نیستم از طرف من گلوی حسینم را بوسه بزن زینب جان بعد از من بچه هایم حسن و حسین را خوب مادری کن زینب جان برو داخل اون صندوقچه دستمال پیچیده را او را هم برایم بیاور زینب رفت اون دستمال پیچیده را آورد مادر جان چیه بود بازش کن زینب باز کرد دید 3 تا کفن بهشتیه آی مادر جان اینها چیه زینب جان اینها کفنهای بهشتیه که جبرائیل از بهشت برای ما آورده بود خب مادر جان چی کنم اینها را زینب جان یک کفن مال مادر از زینب این را خوب تکان بده مادرت عازم سفر آخرت یک کفنش مال بابای مظلومت علیه یک کفن مال برادر مظلومت حسن وقتی این جمله را گفت زینب دلش شور میزنه مادر جان یک سوال کنم گفت بپرس گفت تو یک کفن مال خودت یک کفن مال بابایم یک کفن مال برادر عزیزم مال برادر عزیزم حسن اما نگفتی مادر جان کفن برادرم حسین در کجای مگر برادرم حسین کفن نداره وقتی این جمله را زهرا شنید صدا از زینب جان چرا نمک به زخم دل مادر میپاشی مگر نمیدانی حسین زهرا کفن نداره مگر نمیدانی حسین زهرا 3 شبانه روز در صحرای کربلا بدون غسل و کفن میماند روز عاشورا بود نمیدانم با چه جمله بیان کنم زینب آمد کنار گوده قتلگاه زینب آمد گوده قتلگاه کنار بدن برادر دید برادر سر در بدن ندارد مصیبت حسین خیلی سخت است زهرا به شهادت رسید مظلومانه هم بود غریبانه هم بود اما تشییع جنازه شد چند نفر شب را غریبانه دفن کرد اما بمیرم برای حسین لا یومک یا ابا عبدالله یا الله ای حاجت دارها امروز امام زمان صاحب مجلس ماید امروز امام زمان تشریف دارد زینب آمد کنار گوده قتلگاه کنار بدن برادر دید برادر سر در بدن ندارد اما موریدا ندارد به یاد وصیت مادرش افتاد مادرش وصیت کرده بود زینب جان روز عاشورا گلوی حسین را از طرف من بوسه بزن دید حسین سر در بدن ندارد خم شد لبها را گذاشت روی رگهای بریده حسین برادر جان حسین جان
خواهرت را به اسارت میبرد، خواهرت را به اسیری میبرد. زینب آنقدر گریه کرد، زینب آنقدر گریه کرد، دوست و دشمن از گریه زینب به گریه افتاد.